و گفتیم که عورت مردها که فرض است از زیر ناف تا به زیر زانو هست و قسمت پشت و شکم اینا واجب است که پوشیده باشد در حین نماز و شانه ها اینا هم باید پوشیده باشه و که در حالی که آستین انسان بلند بوده باشه و نماز اگر میخونه این کراهیت داشته می باشه، یعنی باید آستین ها پایین باشد. عزیزان گرامی، از زنها مسئله عورتشان تمام بدنشان عورت است بجز از دستها تا بند را و رویشان به استقامت اینمی گردی روی به اصطلاح و همچنان پاها تا به جلک را. یعنی وقت را شناختن این فرض است که ما هر نماز را باید در وقتش بخوانیم. یعنی نمیشه که انسان در ساعت 8 و 9 بجه روز نماز عصر خود را بخوانه، نماز ظهر را بخوانه، این درست نیست. مگر نماز قضایی را باز ما میتونیم. نماز قضایی اگر از سر یک کسی مانده باشه او را میتونه که انسان در هر وقتی که بایدش آمد میتونه که نماز قضایی خود را بخواند. اما نماز وقتی باید که در وقتش خوانده شود و هر نماز را در وقتش خواندن این فرض است. و همچنان به خواهران و مادران توصیه شود که در حین نماز خواندن باید موهایشان معلوم نشود. اگر قسمی باشه که تا نیمه سرشان موها معلوم شد بازم نمازشان فاسد میشه. و اگر این قسم یک دونی نازک را پوشیده بودن که به نام دونی گاج یاد میکنه و اگر او پوشیده باشن بازم سبب از برای فساد نمازشان میشه، چرا او دونی نازکی که به اصطلاح بگیم موهای زن را نمایان میسازه و معلوم میشه او هم سبب فساد در نمازشان میشه. باید از اون نوع دونی پوشیدن هم بسیار پرهیز کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و علاقمندان برنامه مسلمان بهشتی، باز هم سپاسگزار هستیم که خداوند متعال جل جلاله به همه من توفیق نصیب گردانید. عزیزان گرامی، در برنامه گذشته پیرامون شرایط نماز یا فرضهای خارجی بیرونی نماز صحبت کردیم و تا پنجم شرط نماز را که عبارت از ستر عورت پوشانیدن شرمگاه بود صحبت کردیم و گفتیم که عورت مردها که فرض است از زیر ناف تا به زیر زانو هست و قسمت پشت و شکم اینا واجب است که پوشیده باشد در حین نماز و شانه ها اینا هم باید پوشیده باشه و آستین بالا بوده که در حالی که آستین انسان بلند بوده باشه و نماز اگر میخونه این کراهیت داشته می باشه، یعنی باید آستین ها پایین باشد. و همچنان عزیزان گرامی، از زنها مسئله عورتشان تمام بدنشان عورت است بجز از دستها تا بند را و رویشان به استقامت اینمی گردی روی به اصطلاح و همچنان پاها تا به جلک را. اینا باید اگر معلوم میشه در حین نماز خواندن این مشکل داشته نمی باشه. اما یک چیز را باید به خواهران و مادران توصیه شود، اگر از یک مادر یا خواهر در حین نماز خواندن چهارم حصه از عضو بدنش معلوم اگر شد نمازی او فاسد میشه. مثلا دست تا به آرنج را یک قسمت از دست است ولی چهارم حصه زیر فکر کو که اندازه یک 4 ناخن انگشتی که اینقدر است. اگر آستین یک زن در حین نماز خواندن اینقدر بالا باشه پس نماز از او درست نمیشه، به خاطر که دستها تا این استقامت را که بود عورت بود، فقط خود دست کف دست نبود. ولی اینجا اگر پایین نمایان میشه و عریان است بنابراین نمازشان فاسد است. و همین قسم از بجلک پایشان اگر اندازه 4 ناخن یا اضافه تر از اون معلوم شد بازی هم سبب فساد نمازشان میشه. و همچنان به خواهران و مادران توصیه شود که در حین نماز خواندن باید موهایشان معلوم نشود. اگر قسمی باشه که تا نیمه سرشان موها معلوم شد بازم نمازشان فاسد میشه. و اگر این قسم یک دونی نازک را پوشیده بودن که به نام دونی گاج یاد میکنه و اگر او پوشیده باشن بازم سبب از برای فساد نمازشان میشه، چرا او دونی نازکی که به اصطلاح بگیم موهای زن را نمایان میسازه و معلوم میشه او هم سبب فساد در نمازشان میشه. باید از اون نوع دونی پوشیدن هم بسیار پرهیز کنن. در باب نماز خواندن زنها بسیار کوشششان به این باشه که در یک سطر خیلی کامل با یک به اصطلاح یک دونی خیلی کامل در یک کنج خانه که بسیار سطر باشه اونجا نماز را بخوانه. یعنی یک زن مسلمان در حین نماز خواندن اگر لباس خیلی کلان دارد و دونی خیلی کلان دارد یا روسری کلان داشته می باشه که بسیار ایره می پوشانه، هر قدری که در سطر و در پوشیدگی خود کوشش میکنه الله تبارک و تعالی جل جلاله به این انسان اما قدر ثواب بیشتر نصیب میگردونه. ببینید اگر یک زن نماز را در بیرون حولی میخوانه یک اندازه ثواب، اگر در درون
درون خانه میخوانه یک اندازه ثواب، اگر در یک کنج خانه نماز را میخوانه ثوابش بیشتر است. یعنی چقدر که در یک حالت مستور بودن و ستر بودن که نماز را میخوانه به امو اندازه خداوند جل جلاله برزی اجر و ثواب نصیب بگرداند. خصوصا که در حین نماز از دونی یا روسری خیلی کلان استفاده میکنه، این هم سبب ازدیاد اجر و مزد و ثوابش میشه. و ششمین شرط نماز یا فرض خارجی نماز مسلمان ها وقت شناختن است که انسان هر نماز باید در وقتش بخواند، چرا خداوند متعال جل جلاله بر ما و شما در یک شبانه روز 5 وقت نماز را فرض گردانیده و هر نماز از خود وقت مقرره و معینه داشته می باشد که هر نماز باید در وقت مقرره و معینه خود خوانده شود. این از جانب خداوند متعال جل جلاله سر ما شما فرض است که ما در حین نماز خواندن اما وقت نماز را باید مراعات کنیم که صبح را در وقتش بخوانیم. مثلا اینکه قبل از طلوع آفتاب 1 ساعت و 45 دقیقه قبل، اینمی 1 ساعت و 45 دقیقه مجموعه وقت نماز صبح است. وقت نماز ظهر وقتی که آفتاب چپه میشه، یعنی سایه به دیگه طرف خود را طرف مشرق میگیره، این وقت ظهر است تا وقتی را که سایه هر چیز دوچند شده باشه تا وقت ظهر است. و وقتی که سایه هر چیز دوچند شد بدون از سایه ابتدایی زوال، باز وقت عصر شروع میشه تا وقت غروب آفتاب را. آفتاب که غروب میکنه وقت شام است تا وقتی را که شفق یعنی گم نشده باشد. شفق عبارت امو سرخی میگه که در کناره های آسمان است. و بعد از او وقت خفتن شروع میشه، وقت نماز خفتن بعد از خلاصی وقت شام تا به طلوع صبح صادق است که 1 ساعت و 45 دقیقه قبل از طلوع آفتاب آغاز صبح صادق است تا او وقت را نماز خفتن می باشه. یعنی وقت را شناختن این فرض است که ما هر نماز را باید در وقتش بخوانیم. یعنی نمیشه که انسان در ساعت 8 و 9 بجه روز نماز عصر خود را بخوانه، نماز ظهر را بخوانه، این درست نیست. مگر نماز قضایی را باز ما میتونیم. نماز قضایی اگر از سر یک کسی مانده باشه او را میتونه که انسان در هر وقتی که بایدش آمد میتونه که نماز قضایی خود را بخواند. اما نماز وقتی باید که در وقتش خوانده شود و هر نماز را در وقتش خواندن این فرض است. از همون خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم روی این موضوع بسیار تاکید داره که شما نمازهایتان در وقتش بخوانید. کسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که بهترین عمل در دین خدا چیست یا رسول الله؟ نبی کریم علیه السلام میگه الصلاة لوقتها، شما نماز در وقتش بخوانید، اینمی بهترین عمل در دین خداوند متعال جل جلاله است. و عزیزانی که در این راستا سهلنگاری دارن بسیار گناهکار میشن و خصوصا دوستان و عزیزانی که نسبتا کسبکار هستند، نماز ظهر خدا بسیار ناوقت میخوانند، نماز عصر خدا بسیار ناوقت میخوانند. ببینید یک شخص در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر بسیار ناوقت خواند. نبی کریم علیه السلام 3 بار گفت تلک صلاة المنافق، تلک صلاة المنافق، تلک صلاة المنافق. گفت این است نماز منافق، این است نماز منافق، این است نماز منافق. یعنی انسانی که خصلت نفاق را داشته باشد او نماز عصر بسیار تأخیر و ناوقت میکند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما شما تعلیم و توصیه را کرده که شما نماز را باید در وقتش بخوانید، چرا که وقت شناختن و نماز را در وقت خواندن این فریضه خداست که ما باید نماز را در وقتش ادا کنیم. و اگر خدای نخواسته یک کس سهلنگاری میکنه، یک نماز قضا میکنه در دیگه وقت میخوانه و او رو سبب قضای وقتش خود میشه، این سخت گناه دارد. و ما شما در بحث ترک قضای نماز گفتیم کسی که یک نماز را قصداً ترک میکنه در حقیقت قهر و غضب و غصه خداوند متعال را این انسان سر خود حلال گردانیده است. و این بود ششمین فرض از فرایض خارجی نماز یا شرط نماز که یک انسان باید وقت را بشناسد و وقت شناختن فرض است. و هفتمین شرط نماز که یک انسان باید او را مراعات کنه و فرض خارجی نماز است، او روی به طرف قبله استاده شدن هست که انسان در حینی که نماز میخوانه باید رویش طرف قبله باشد، چرا که قبله استاده شدن و روی را طرف قبله کردن این از جمله فرائض نماز است. یعنی فرضه که ما به طرف قبله باید استاد باشیم. اگر یک انسان در یک جای می باشه در حالت سفر یا در یک منطقه میره به عنوان مهمان گفته و اونجا شب تاریک است، جهت قبله از این انسان به اصطلاح بگم در اشتباه افتیده. حالا این انسان اگر کسی در
حول نزدیکایش باشه، باید ازش بپرسه که قبله کدام طرف است. و اگر ای تو بود که کسی نبود که ازو بپرسه قبله را، خوب فکر کنه به هر کدام طرفی که فکر قویش آمد که می طرف قبله است، به مو طرف نماز خود را بخوانه، باز نمازش درست است. اگرچه که بعد از خلاصی نماز یا صبح برش معلوم شد که اشتباه دیگه طرف خوانده، بازم نمازش درست است، هیچ مشکل داشته نمی باشه. در این صورت باز چون عذر است شریعت معاف کرده. و همچنان اگر یک کسی در حین نماز در یک طرف نماز خوان و در جریان نماز بود، کسی برش گفت که شما اشتباه استاده شدید، باید خود را به قسمت دیگری باید خود را بچرخانید، میتونه که در حین نماز خواندن خود را به طرف قبله بگرداند و مصلای خود هموار کند، نمازش فاسد نمیشه و نماز خود را دوام بدهد. و همچنان از جمله عذرهایی که روی به طرف قبله عذرش به اصطلاح عذر است و ساقط است که حتما ما روی خود طرف قبله کنیم. اگر یک انسان در یک خانه بود یا در یک جایی بود که خوف دشمن را داشت، اگر با خود میگفت که من وقت نماز روی خود طرف قبله کنم دشمن بر من حمله میکنه، او دشمن چی؟ دشمن انسی باشه یا حیوان درنده باشد که سرزی میخواه حمله کنه، باز در او صورت میتونه که با کدام طرفی که مطمئن است و امنیت خود را احساس میکنه میتونه به امو طرف نماز بخونه. یعنی یک شخص میگه اگر من طرف قبله بخوانم ممکن از عقب درنده بر من حمله کند، میتونه به مو طرفی که میخواد که از امو طرفی که احساس خطر داره به مو طرف نماز خود را نیت کنه. یا به این تشویش است که دشمن سر ما حمله میکنه، دشمن انسی، اگر ما به طرف قبله نماز بخوانم با کدام طرفی که اطمینان برش پیدا میشه و از خوف دشمن در امن میباشه میتونه که به مو طرف نماز خود را بخونه. باز امی فرض توجه به سوی قبله به سبب یزمی عذری که داره از این انسان دیگر ساقط است، به خاطر که حیات یک انسان به نزد خداوند متعال جل جلاله ارزش داشته میباشه. و این هم از سهولت های دین مقدس اسلام است که اسلامی عزیز اینقدر سهولت را می آورد در یک انسان، بهش میگه که در هر کدام جهتی که تو مطمئن هستی و اطمینان داشته می باشی میتونی که به مو جهت به مو طرف تو نمازت را بخوانی، به این شرطی که از جهت طرف قبله تو احساس خوف و خطر داشته باشی. این هفتمین شرط نماز یا فرضای خارجی و بیرونی نماز بود. و هشتمین شرط نماز که آخرین فرض بیرونی نماز یا آخرین شرط نماز است، اون مسئله نیت کردن است. مسلمانا که ما هر نماز را که میخوانیم باید او را نیت کرده باشیم. البته مسئله نیت یک چیزی است که اختلافی است در میان علما. در مذهب احناف نیت در قلب هستند و بعضی از مذاهب نیت در زبان. اونا میدانند اگرچه که در مذهب ما نیت در زبان را مستحب میداند ولی اصلی نیت اما قصد و اراده قلبی هستند. بناهن بر ما فرض است که هر نماز را که ما میخوانیم باید در قلب خود تعیین کرده باشیم، اما نماز را نیت کرده باشیم که نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز سنت فجر یا 2 رکعت فرض فجر، همین نماز را ما باید در قلب خود در دل خود تعیین کرده باشیم و نیت قلبی باید کرده باشیم. اگر یک انسان در زبان اراده میکند و در زبان نیت میکند، نیت زبانی و نیت لسانی که از بالای از انسان فرض نبوده، فقط اون مستحب است، به خاطر اینکه یک توافق یک موافقت میان زبان و میان قلب یک انسان پیدا شود. از اون خاطر مستحب میداند که یک انسان در قلب خود و در زبان خود هم اراده نیت را کرده باشد. عزیزان گرامی، این بود فرضهای خارجی نماز یا شرطهای نماز که با اجرا کردن از او یک انسان میتونه که وارد فاز نماز شود. اگر یک شرط از شرطهای هشتگانه نماز که گفتیم کدام یکش باقی ماند و انسان او را اجرا نکرد، باز این انسان نمیتونه که نماز خود را بخونه و اجازه داخل شدن به نماز را نداره، چرا اینا شرط است. شرط غالبا خارج از یک چیز می باشد. تا زمانی که شرط و شرایط نماز خواندن درست نشوه نمیتونه که انسان عملا نماز را شروع کنه. با اجرا کردن این 8 شرط یک انسان میتونه که باز نماز را شروع کنه و نماز خود را میتونه که ادا کنه. و قسمت دومش که فرضای داخلی نماز است که را به نام ارکان نماز یاد میکنه. یعنی در درون نماز ما فرائض داریم، واجبات داریم، سنن داریم و مستحبات داریم. فرائض نماز را به نام ارکان نماز یاد میکنه که دانستن اون هم خیلی مهمه که انسان باید او را بداند، چرا با ترک ارکان نماز فاسد میشه. قبلا هم گفتیم که شناخت احکامات نماز چی از قبیل شرایط است و چی از قبیل ارکان نماز است، این بر ما خیلی ضرور است. از اینکه برنامه ما
به پایان رسید. ناگزیر هستیم با شما خداحافظی داشته باشیم. ان شاء الله در برنامه بعدی بحث ارکان نماز را با واجبات نماز با شما بندگان الله تبارک و تعالی بیان میکنیم. عزیزان گرامی و بینندگان و علاقمندان برنامه مسلمان بهشتی، تقاضای ما است که خود شما هم شنوا و بیننده این برنامه باشید و عزیزانی که با شما در تعلق و در ارتباط است اونا را هم در جریان بگذارید تا بیننده این برنامه باشد و ان شاء الله شما میتونید که برنامه را از ابتدا تا الحال و از این به بعدش شما تعقیب کنید. و قبلا هم گفته بودم که با دیدن این برنامه هیچ مشکل ان شاء الله در زندگی شخصی روی ضرورت های مهم اسلامی برای انسان باقی نمیماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.